پیامبر بزرگوار ما با یارایش میگذشتن که یک چوپان در پالوی چراندن رمی خود ذکر خدا میکنه. گفتن پیامبر بزرگوار ما گفتی 1 درجه ثواب، 1 درجه تعیین. پیش رفتن که کسی پل میسازه، گفت درجه از او که بالاتر است، چونو مشغول خود است امایی برای مردم پل میسازه. اما پیش رفتن که کسی درس میده، گفت ثواب از کل از اونا که بالاست که انسان تربیت میکنه. و در دین مبارک ما و شما از صدقات جاریه یکیش آموختن علم است که بعد از مرگ هم ثوابش جاری است. کل ما و شما میفهمیم که سرنوشت جوامع بشری مدیون سعی و تلاش معلمین است. اگر جوامع پیشرفت کرده از برکت معلمانش بوده. میفهمیم اگر ما انسانی را تربیت کنیم میتواند سرنوشت یک کشور و سرنوشت جهان تغییر بده.